دو تا سوال دارم. یکی سوال درباره نماز وقتی که شما امام در حالت رکوع چقدر مدت انتظار داشته ممکن یک آدمی صحبت به نماز آموزش که اگر شما امام باشید و حس کرید که از داخل مسجد یک آدم در آمد، جماعتتان 10 نفر 20 نفر بگذار 100 نفر مقصد هیچ گپ نه، مقصد چند ثانیه ها اما آدم منتظر شوید تا آدمی که گمان کردید که آمده رکوع کرد تا اینکه به جماعت همراه شود. یعنی مانند 2 مراتب سبحان ربی العظیم اضافه کنید، 3 مراتب گفته باشید 5 مراتب گویید، 5 مراتب گفته باشید 7 مراتب گویید. همین قدر است که به مردم هم ملال نبیاد. یا اگر امام حرم باشید، اگر هر یک دقیقه در هر یک دقیقه صدها آدم ها آمده به نماز اقتدا میکنه، هر یکی به پایدگر رکوع تمام نمیشد. یعنی تا قیامت ایستادن لازم است هر یک آدمی رکوع کننده اگر این آمده همراه شود گوید. نه، در این حالت همین یک جماعتی خرد باشد، همین آدم مثلا آمده از جماعت حس کردید که راه رفته آمده ایستاده است، اگر 2 مراتب سبحان ربی العظیم گوید و آمده اقتدا میکرد باشید هیچ گپی ندارد. مثلا به وضعیت نگاه میکنید، ده کاری نکنید که 100 نفر جانش به لب بیارید برای خاطر یک نفر. خب